با فرارسی فصل سرما استفاده گرمکنک‌های برقی، صندلی یا پیچکه‌های دستی ساخته زیان می‌گردد. مناسبت به احتیاطانه به این نمود گرمشوی پی خود عاقبت‌های ناخوش را ایجاد کردنش ممکن است. محبوبه میرزاکلانوی 10 ساله از ناحیه ظفرآباد با علت سوختگی سر، گوش راست، تخت‌پشت یا دستی راست سنه 12 نوامبر سال روان به بیمارخانه کلینیکی رقم 1 شهر شعبه بیماری‌های سوختگی آورده شد. بسیارترمون یک روز هم وقت سوختگیشان در میکنن و بچه‌های بسیار کما سوختگی شعبه یا خورنده و بسیار از نارکوز میدن تا نارکوز میتونم پیریاسکی نمیدن یک روز به درد سختش هست سنه آینده وقتی هم پیش از مالهم باندی biz بولش که میشه پیدا میکنیم بیمار خانه خورفتگی بیمارا شرایط خانه نمیشته باشه اصلا بیماری که اینجا خورفتگی بسیارش جراحی میشه. محبوبه میرزاکلانووا جراحی افتودرموپلاستیکی را پس سر نمود. طبق اطلاع مدیر شعبه بیماری پوست 23% بدن دخترچه سوخته 18% آن چخور است. بیمار در حال شفایابی است. برای ناآیان گشتن زخم از پوست بیمار گرفته به جای آسیب دیده روی پوش نمودند. یکی از کودکانی در بیمارخانه جراحی شده از ناحیه دیوشتیج بوده 1 ساله و 6 ماهه می باشد. پای چپ پسر بچه در صندلی سوخته است. طبق اطلاع دکتر 3% چخور سوخته است. کریمو مکرم از ناحیه دیوشتیج نبیره خود را در بیمارخانه نگاهبین می کند. دخترچه 6 ساله حدیثه نظیر و 2 سال قبل با آب جوش سوخته است. خوشبختانه بیمار بعد جراحی در حال خوبشوی قرار دارد. بیبی حدیثه از این بابت خیلی خوشنود است. آب اوقاتش جای خوبش هر دویم آمده میبینم. چخیل وی مهم کسالوی مهم گفته. شرایط خوب است. شرایط به نهایت ناز اهم طرف. من با خودتون دیدستم. زبانشون گوی زبانشون اهمی خوشره. کی کسالو خودشون صحت میشن زبانو بیغر زیبا تبابتا گوید. هزار رحمت من همینو اکو ادردو آزاد کردن. نبیره چند میشن من چی که باشد این یک نای مردم میشد. حاضر 100 بار شکر کن. بهتر است بدتر نه. رحمت شما هم بیا. همین دکترها به کلان رحمت. با بیمارخانه کلینیکی رقم 1 شهر به شعبه بیماری‌های سوختگی بیماران از مقیاس ولایت مراجعت می‌کنند. طبق معلومات مدیر شعبه بیماران سوختگی نعمان ددخوجیو سالهای اخیر نظر به سالهای قبل شماره بیماران سوختگی کم شدند. در بیمارخانه کلانسالان نیز بستری شدند اما قسم اساسیشان را کودکان تشکیل می‌دهند. بعد این سویت پاسیانی شدند. کم شده پیشمان ترم رو به نول میساختن. آدم هر پگرسی تکشان زپاس کده میمونه یا اون ترم رو روز درست سید نبود سن هم ترم رو کار میکنم. آزاد بخوام ترفاس کار نمیفرمام رسوی پاسیان رو بدامده کم شده بی. سنه هم صندلی اجازه هم کم شده بی. سالهای گذشته. دو تا کلام صبحی نورمال های ارتشان اینجا خواهدن آرسی آمده بیاید. رسوی سوخته آمده رفتشان سوختگی نباشدن بعد زخم نوراسولگی پس پیدا شدگی دفکت میبینیم و دفکت پس زخمی بدنشان هست زخمی کلام نوراسولگی پستیشه یکنون مشروعی و بیمار برای پلاستیکه اصلا برای یک زخمشان روز کردن برای آتیرین با پلاستیک خورد سوختن پوست یا اعضای بدن می تواند به حیات بیمار یک عمره تأثیر منفی رساند. احتیاط شدن از تجهیزات‌های برقی، آب جوش، بخصوص از صندلی و پیچکه‌های انگشتی وظیفه هر یک استفاده برنده است. بخصوص کودکان را از چنین حالت‌ها کلانسالان و والدان باید احتیاط و حفظ نمایند زیرا پیشگیری از تبابت بهتر است. گزارش سهیل غفوروف، سومن حمیدووا و نعیم ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.